یکی از شاگردان شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله می گوید وقتی به درس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله حاضر شدم، ایشان نو از مکه برگشته بودند و در دوران درس داستان زیبای بیان فرمودند که دوست دارم با شما هم در میان بگذارم. فرمودند در دوران جوانی بسیار اشتیاق رفتن به حج را داشتم و روز دوستانم پیشنهاد کردند که تمام کارهای بنده را برآورده نموده به حج فرستند. پدرم مفتی محمد شفیع عثمانی رحمه الله در آن دوران بیمار بودند و دو برادر دیگرم برای تیمارداری حاضر بودند. برای همین حضور من زیاد مهم نبود. از پدرم اجازه خواستم که به حج بروم و بیت الله را از نزدیک زیارت کنم. ایشان اجازه دادند و من هم تمام آمادگی های سفر را انجام دادم، ولی در عین روانگی متوجه شدم که نباید پدرم را در این بیماری تنها گذاشته به حج بروم. برای همین از رفتن به حج منصرف شدم و به حج نرفتم. پس از گذشت چند روز پدرم پرسید چرا هنوز نرفته ای؟ گفتم حج من همینجاست. برای من خدمت کردن به شما بزرگترین حج است. پدرم از شدت خوشحالی این گونه برایم دعا کردند خداوند تو را بار بار به آن دیار، یعنی به سرزمین مکه و مدینه ببرد. شیخ الاسلام فرمودند درست به یاد ندارم که چه کلماتی به کار بردند، ولی مفهوم دعایشان همین بود. سپس حضرت فرمودند با برکت دعای پدرم از آن پس هر 2-3 ماه یک سفر به مکه و مدینه دارم و اکنون طور ترتیب دادم که یک سفر به مکه و سفر دیگرم را به مدینه منوره می روم. واقعا داستان جالب و عبرت آموز، البته برای کسانی که از چنین داستان ها پند و عبرت می گیرند.